خازن یه قطعه دوپایه که تو تست کردنش خیلیا به مشکل خوردن. بیا و بهت یاد بدم که تو کمترین زمان ممکن اصولی ترین تست رو از خازن داشته باشی. با من همراه باش. با سلام و درود، من الکتروکودر هستم و اینجا چنل الکترونیک کد هست. تو این ویدیو قرار با هم دیگه خازن‌هایی رو تست بکنیم که اکثرا در تعمیرات خرابی‌هایی دارن و خب مصرف زیادی هم از اونها میشه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، قبل از اینکه بریم تست خازن رو انجام بدیم، من یه سری مباحثی رو باید با شما در میون بذارم. خازن دارای 3 مؤلفه ESR، ظرفیت و ولتاژه. حالا ESL هم هست که اون به صورتی کاملا مجزا و یک ویدئویی براش ایجاد بشه. خب دوستان، ESR در واقع مقاومت خازن در برابر مؤلفه یا جریان AC. ESR وابسته به فرکانس و دماه. معمولا سازنده‌های خازن ESR رو در فرکانس 100 کیلوهرتز تا 120 کیلوهرتز در نظر میگیرن. خب اصلا اهمیت ESR برای ما از کجا معنا پیدا میکنه؟ چرا ما باید بهش توجه بکنیم؟ ESR موجب میشه که خازن ما افت ظرفیت داشته باشه، افزایش دمای خازن رو در پی خواهد داشت و همینطور اتلاف انرژی. ببینید، افزایش دما برای خازن سمه، یعنی همون افزایش دما برای باتری هم یعنی خازنه، یعنی به صورتی ذخیره کننده ولتاژ الکترونیکیه. وقتی بحث به صورتی اتلاف انرژی هستش همراه با افزایش دما، به صورت اون مایع دی‌الکتریکی که داخل خازن ها هستش به صورتی دمای خیلی بالایی افزایش پیدا میکنه و خب این برای خازن خیلی مضر هستش و موجب باد کردن خازن و خارج شدن مایع دی‌الکتریک از خود خازن میشه. و حالا اگه می‌خواسته باشیم توجه به یه سری نکات دیگه خازن داشته باشیم در مورد افزایش ECR، خب ببینید برای نویزگیری این عامل خیلی مهمه. وقتی ما در خروجی به صورتی منابع تغذیه سویچینگ از خازن استفاده می‌کنیم برای ریپل گیری، اگر ESR افزایش پیدا بکنه، این عمل کرد و این به صورتی فایده‌ای که خازن برای ما داره عملاً غیر فعال میشه و اون دمپ گیری انجام نمیشه. به صورتی نویزهای فرکانس بالا دیگه نمیتونن دمپ بشن و خب این برای ما خیلی مضر هستش. یعنی در خروجی منبع تغذیه ما دارای اعوجاج فرکانسی هستیم و این میتونه به بردهای ما صدمه بزنه. ببینید دوستان، ESR در خازن‌ها به صورت ایدئال صفر در نظر گرفته میشه، ولی وقتی میایم روی قطعه و به صورت قطعه فیزیکی در نظر گرفته میشه خازن، ESR وجود داره و این ESR به صورتی عامل ایجاد شدنش چی هستش؟ خشک شدن مایع دی‌الکتریک. حالا تو خازن‌های سرامیکی این قضیه وجود نداره و پلی‌استر. توی خازن‌های الکترولیتی موضوع بیشتر مورد توجه قرار میگیره. اگر مایع دی‌الکتریک درون خازن‌ها خشک بشه، موجب افزایش ESR خازن میشه. و خب در خازن‌های سرامیکی ESR بین 1/100 تا 1/10 اوم هستش و در خازن‌های الکترولیتی مقدارش در حد اوم هستش. خب دوستان، اولین خازنی که می‌خوایم با هم دیگه تست بکنیم خازن دی‌الکتریک هستش. خازن‌های دی‌الکتریک به چه علت ظرفیت بالایی دارن؟ به این علت که از مایع دی‌الکتریک برای افزایش ظرفیت استفاده می‌کنن و همین مایع موجب میشه تا به صورتی اندازه این کوچکتر بشه و مقدار ظرفیت اون خیلی بالاتر باشه. ولی خب تو ولتاژ دهی و به صورتی نامگذاری ولتاژ اون، خب باز هر چقدر ولتاژ اون بالاتر باشه، مقدار اون و اندازه اون خیلی بزرگتر میشه. برای تست این نوع خازن ها ما نیاز به یک به صورتی ظرفیت سنج داریم. بهتر از مولتیمتر ویکتور برای ظرفیت سنج این خازن ها استفاده بکنیم. همونطور که در اول ویدیو گفتم، ما باید ESR این خازن ها رو هم اندازه گیری بکنیم که راه های مختلفی برای اندازه گیری کردن ESR هم وجود داره، ولی خب برای ظرفیت سنجی اون میتونیم از یک مولتیمتر ویکتور برای این عمل کمک بگیریم و خب حالت ظرفیت خازن بذاریمش و تستش بکنیم. اکثر مشکلاتی که خازن ها به صورتی متحمل میشن اون رو باد کردن خازن هستش، خارج شدن مایع دی‌الکتریک از سمت پایین و سمت بالا هستش، افزایش ESR خازن هستش و خب مشکلات خازن اغلب تو این موضوعات خلاصه میشه. خب خازن دی‌الکتریک در کجاها کاربرد داره؟ در خروجی های منبع تغذیه ما بیشتر اینو میبینیم، به صورتی در اسیلاتورها بیشتر استفاده میشن و خب اگر در اسیلاتور استفاده بشه، مخصوصا در قسمت هیتسینگ اول
پاور کامپیوتر که 2 تا خازن 1 میکروفاراد یا 10 میکروفاراد وجود داره برای اسیلاتور قسمت اولیه، که اون 2 تا خازن رو اگه شما به صورت ESR رو بگیرین، اغلب هم مشکلات اونا تو ظرفیت نیست، ESR شون دچار مشکل میشه و خب این عملکرد خود به صورت پاور رو دچار مشکل میکنه و اون مدل ESR خازن ها دچار مشکل میشه و در خروجی های خازن شما میبینید خازن سالم هستش، اما خب عملکرد پاور یا اصلا روشن نمیشه یا اصلا عملکرد پاور دچار مشکل، یعنی افت ولتاژ در خروجی منبع تغذیه مشاهده میکنید. اینا همه خرابیاش از خازن هستش. یعنی خازن حتی اگه سالم هم باشه، اگه مقدار ESRش افزایش پیدا بکنه، خب این به صورتی همون مشکلاتی که من الان خدمتتون عرض کردم رو در پی خواهد داشت. خوش شدن مایع دی الکتریک هم موجب همون افزایش ESR میشه و خب این دیده هم نمیشه، یعنی شما نمیبینید که خازن باد کرده باشه، به صورتی شاید یه سوراخی درون بدنه خازن به وجود بیاد و مایع دی الکتریک به مرور زمان خشک بشه و از بین بره و این عملکرد خازن رو کاملا مختل میکنه. برای تست خازن ما مولتیمتر رو حالت ظرفیت میذاریم. اول یک نکته رو خدمتتون بگم، خازن ها بار الکتریکی رو در خودشون ذخیره میکنن به صورت میدان الکتروستاتیک و اگر شما این خازن رو به مولتیمتر بزنید ولی قبلش اتصال کوتاه انجام ندید دو سر خازن، موجب میشه مولتیمترتون بسوزه، چون به صورتی رو حالت تست خازن مولتیمترهای ویکتور خیلی حساس هستن نسبت به ولتاژ و اگر ولتاژ بهشون بدین راحت اون یه مقدار اون تلرانس تست خازنشون یا افزایش پیدا میکنه یا کلا دیگه مقدار اندازه‌گیریشون هم دچار مشکل میشه. خب من این رو میخوام اندازه بگیرم. برای شروع اندازه‌گیری من اول پایه‌های اون رو اتصال کوتاه میکنم که هر مقدار باری وجود داره با اتصال کوتاه از بین بره. خب بعدش اون رو به این صورت تست میکنم، هیچ فرقی هم نداره پایه‌ها رو برعکس بزنید هیچ اتفاقی نمیافته. و من این رو به صورتی رو اتورنج گذاشتم، یعنی مقدار خازن به صورت اتورنج رو دیسپلی مولتیمتر نمایش داده میشه. مقدار 97 میکروفاراد رو مشاهده میکنید، حالا تقریبا 98 میکروفاراد و این مقدار در حال تغییر هستش. مقدار خود خازن 100 میکروفاراد هستش و این تلرانس رو که شما مشاهده میکنید طبیعی هستش و زیاد نباید این تلرانس رو به صورتی خیلی بولدش بکنید. مقدار خازن اگر تقریبا 1/3 کمتر بشه، یعنی اگر مقدار 100 میکروفاراد باشه و مقدار 70 میکروفاراد رو شما مشاهده کنید، اونجا باید به صورتی به ظرفیت خازن شک بکنید و به ESR اون. اگر به صورت مولتیمتر ویکتور دارین و ESR مت ندارید، میتونید از همون ظرفیت خازن استفاده بکنید برای تست خازن. اما اگر باز هم ظرفیت خازن ندارین، رو حالت بازر برای اینکه فقط متوجه باشید که خازن شما بار رو ذخیره میکنه، به این صورت میتونید عمل بکنید. روی این حالت خازن رو شارژ بکنید، حالت منفی و پایه مثبت هم روی قسمت مثبت خازن دی الکتریک قرار میدین و حالا برعکسش رو شما میزنید. به این صورت اگر شما برعکس پایه ها رو زدین و این صدای بوق رو شنیدید، نشون میده خازن شما سالم هستش. خب خازن های الکترولیتی یه نکته که هست، دارای جهت هستن، یعنی جهت مثبت و منفی دارن. اون قسمتی که با شیار به صورتی خاکستری رنگی نشون داده شده قسمت منفی اون خازن هستش و اون قسمتی که دیگه طرف نداره قسمت مثبت اون هستش. و خازن های ثابت پلی استر و به صورتی سرامیکی این وضعیت براشون وجود نداره، به صورتی نو پولاریته هستن. این خازن ها پولاریته دارن و این خازن ها بدون پولاریته هستن. خب تست کردن خازن الکترولیتی به همین صورت بود، یعنی شما هم با تست بازر میتونید این رو تست بکنید و این صدای بوق رو اگه شنیدید نشون دهنده سالم بودن خازن هستش، هم به صورتی با استفاده از ظرفیت سنج خازن مولتیمتر ویکتور که کار رو براتون آسان تر میکنه. برای به صورتی تست ESR من به صورتی نظرم این هستش که در پاورها و پاورهای کامپیوتر خازن هایی که شما در قسمت اسیلاتور استفاده میشن رو اگه ESR مت ندارید عوض بکنید، یعنی خیلی راحت عوض بکنید و اصلا مقدار قیمتی هم ندارن. عوض بکنید، مقدار 10 میکروفاراد هستن، مقدار 1 میکروفاراد و به صورت 2 میکروفاراد هستن، اینا رو شما عوض بکنید و خب گول اون ظرفیتشون رو نخورید، گول اون ظاهر سالمشون رو نخورید. خازن بعدی که قرار با هم دیگه بررسی بکنیم خازن پلی استر هستش. خازن های پلی استر به دلیل اینکه مایع دی الکتریک درونشون وجود نداره
هر چقدر ظرفیتشون بالاتر بره مقدار اندازهشون هم خیلی بزرگتر میشه، ولی در عوض ولتاژ بالاتری رو ساپورت میکنه. این خازنی که شما اینجا مشاهده میکنین خازن 1 میکروفاراد 400 ولت هستش و ما قراره با هم دیگه این خازن رو تست بکنیم. باز این هم به همین صورت هست. اگه مقدار خازن خیلی زیاد بود شما میتونید با حالت بازر اون رو تست بکنید، اما اگر مقدار خازن خیلی مثلا در حد 100 نانو تا 100 پیکو بود دیگه اون فایده نداره، یعنی نمیتونید با حالت تستر بازر تست بکنید و حتما باید مقدار ظرفیت سنج داشته باشید که اون ظرفیت اون خازن رو اندازه‌گیری کنه. خب من با همون روند دوباره تست رو انجام میدم. خب این بوقی که شما شنیدید نشون دهنده این هستش که این خازن ما سالم هستش. رو ظرفیت به صورت مولتیمتر رو تست بکنم. اول پراپ ها رو من به صورت اتصال کوتاه میکنم. بعد از اتصال کوتاه کردن با همون روند خودمون این رو تست میکنیم. مقدار 1.23 میکروفاراد رو شما اینجا مشاهده میکنید که نشون دهنده سلامت این خازن هستش. و خازن بعدی که قرار با هم دیگه بررسیش بکنیم خازن به صورت سرامیکی هستش که این خازن ها به خازن های عدسی هم معروف هستن. برای تست این خازن شما با تست بازر نمیتونید این خازن ها رو تست بکنید و حتما باید با تست ظرفیت اون به صورت مولتیمترتون اینا رو تست بکنید. و خب عملکرد تست کردنش هم به همون صورته، یعنی شما با زدن دو پای خودتون به اون خازن میتونید مقدار خازن رو اندازه‌گیری کنید. الان مقدار خازنی که من دارم تست میکنم تقریبا 100 نانوفاراد هستش که اینجا هم به این صورت 97 نانو رو نشون میده. 104 نشون دهنده این هستش که مقدار خازن 100 نانوفاراد هستش. نکته تکمیلی این تست ها میتونه توی یک بند خلاصه بشه. دوستان ببینید برای تست خازن مؤلفه هایی که ما خیلی مد نظرمون هستش ESR و خرابی های ظاهری به صورت خازن هستش. یا باد میکنه یا به صورت مایع دیالکتریکش ازش خارج میشه یا خشک میشه که اون خشک شدنش هم باز همون بالا رفتن ESR رو در پی داره. و اگر این اتفاق افتاد خازن رو در هر وضعیتی که هست عوض بکنید. اگر ببینید خروجیتون نوسان زیادی داره ولی خازن‌های خروجی سالم هستش عوض بکنید. این دلیل من نشون دهنده این هستش که خازن شما شاید از نظر ظاهری تغییری نکرده ولی از نظر داخلی این روند دچار مشکل شده، یا مایع دیالکتریک دچار مشکل شده یا صفحات دچار مشکل شده یا ESR افزایش پیدا کرده و گول ظاهر سالم خازن رو نخورید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر اینطوری بوده حتما ویدیو رو لایک بکنید، حتما کامنت بذارید برای افزایش کیفیت و امیدوارم که سالم و تندرست باشید.